سلام، وقتتون بخیر باشه. بازی سیتی هولدر همین چند وقت پیش هفتم تیر ماه من توی کانال تلگرام گذاشتم و خیلی هم اون موقع سر و پا کرده بود. چیز خاصی نداشت تو اون تایم، فقط صرفا زیر مجموعه گیری، یه لینک زیر مجموعه گیری داشت و هیچ چیز دیگه ای توی ربات نبود. الان بازی اصلی شروع شده و میخوام ببینیم که روند بازیش چجوریه. من اد فولدرش رو اینجا گذاشته بودم، سیتی هولدر. حالا یه دونه دیگه کانال دیگه هم اضافه شده، من داشتم بررسی میکردم که اونم توی همین اد فولدر اضافه میکنم و زیر این ویدیو قرار میدم. میتونید از طریق آیدی برید یا از طریق لینک رفرال به لینک رفرال اجباری نیست و این انتخاب خودتون هستش. بسیار خوب، آیدی رو که همیشه تو تصویر میبینید، من میام بک میزنم و استارت میکنیم و نهایتا پلی میزنید که وارد بازی بشید. بریم ببینیم که توی بازی چه چیزایی داریم. همین بخش اول یه سری اینجوری نوشته اینا میاد که یه سری برصورت چی میگن توتوریال یا آموزش اولیه داره که شما نکس رو میتونید بزنید یا مستقیم میتونید بالا گزینه اسکیپ رو بزنید که آقا من توضیحات اولیه بازی رو نمیگم، حالا خودم کشفش میکنم که چجوری بازی میکنم. ولی خب میتونید اینا رو اسکرین شات بگیرید و توی گوگل ترنسلیت بزنید که یه سری اطلاعاتی که اینجا نوشته رو بخونید، بهتون کمک میکنه که اطلاعات بهتری از بازی داشته باشید. من اسکیپ رو میزنم که از این مرحله رد بشم. در اولین مرحله بهتون میگه که یه اسم واسه شهرتون انتخاب بکنید، اسم اختیاریه. این گوشه علامت تاس بازی هست که روش اگه بزنید همینجوری به صورت رندوماتیک یه اسمی رو واسه شهرتون انتخاب میکنه. اما شما میتونید مثلا اینجا اسمش رو عوض بکنید. مثلا من میتونم iOS1 و چی میگه؟ میگه که خب چی شده؟ The name can only contain letters and خب من iOS1 اینجا نوشته که اسم شهر باید حروف و عدد باشه، ولی نمیدونم چرا عدد رو قبول نمیکنه. در هر صورت من فعلا یه چیز دیگه میزنم که رد بشه و به اسمو میذارم فقط. بعد مثل congratulations که یه چی میگن اول بازی که لیست استارت رو میزنیم، اسم شهر رو میاره و اینا. در اول بازی بهتون میگه که شما ریوارد روزانه دارین. هر روز که سر بزنی بهتون که یه مقداری اون سکه داخل بازی رو میده. روز اول 500 تا به تدریج روزهای بعد هم براتون اضافه. کالکت رو میزنم که به سکه هام اضافه بشه. این کلیات بازی. یه مقدار اولش پیچیده به نظر میاد، ولی در کل وقتی روند دستتون بیاد واقعا بازی ساده. خوبی اینه که این بازی واقعا، یعنی فقط صرفا تپ کردن این نیست. شما واقعا وقتی بازی میکنید با بازی درگیری میشید و کم کم خوشتون میاد، لول ارتقا میدین و این چیزا. خیلی چیز جالبه نسبت به اون حالت کارتا که تو همستر داشتیم. این به نظر میاد کم جذاب‌تر میاد. البته با توجه به چیزایی که ازش دیدیم به نظر میاد یا تیم همستر داره اینو پشتیبانی میکنه، اینو انجام میده، یا یه تیمی که نزدیک به همستره. یه به هر صورت یه ارتباطی قطعا دارن. به هر صورت البته این نظر شخصی من، اینا بگم که این استناد نکنید به حرف من طبق چیزایی که دیدم دارم نظر شخصی خودم میگم. بعد از بالا شروع بکنیم که چیه. از بالا یه اسم خودتون هست، اسم برصورت آیدی تلگرامتون، چیزی که هست. قسمت هولد پاور که الان نوشته 1 از 10 رو من بهتون توضیح میدم. یعنی که این کویناتون الان نوشته که 542 تا مثلا این پایین کوین داره که از 5000 تاست. وقتی به 5000 تا برسی یه لول شما ارتقا پیدا میکنید و همینطور مثل بازی‌های دیگه هر چقدر کویناتون از یه حدی بگذره یه لول ارتقا پیدا میکنید که توی روند بازی متوجه میشه نیازی کاری بکنید. در گوشه سمت راست کلمه ایردراپ خود نمایی میکنه. میام روش کلیک میکنیم ببینیم که قضیهش چیه. میاد در مورد بازی، روند بازی داره میگه که آقا یه کارایی کردیم، مثلا لانچش کردیم، بتا رو مثلا نسخه آزمایشی رو لانچ کردیم، حالا بعدش الان نسخه عمومیه، تو نسخه عمومی است. این تیک آخر یعنی نسخه عمومی رو بارگذاری کردیم و پایینش نوشته که بعدش قراره که تو صرافی‌ها همکاری داشته باشیم، با مارکتر همکاری داشته باشیم. الان فقط اسم CX اینجا آورده
یکم ممکن نگران کننده باشه که فقط CX باشه، ولی قطعا CX فقط نیست که ما درگیر اون بحث این بشیم که ما نمیتونیم توی صرافی CX ثبت نام بکنیم. احتمالاً بقیه چیزا هم میاد که جلوتر قطعا مشخص میشه و نهایتا که ایردراپ لیسته که معلوم نیست چه زمانی بشه مثل بقیه بازی ها. من بک میزنم که دوباره صفحه اول رو ببینیم. پایین صفحه یه سری آیتم های آشنا ببینید. یه دونه پرافیت پر تپ هست که در از شما این کلیکتونه، در از به ازای هر کلیکی که میکنید چند تا سکه اضافه میشه. دومی اینکام پر اوره که احتمالا آشنا است دیگه، یعنی شما وقتی از بازی بیایم بیرون این سکه هایی که داره براتون جمع میکنه 1500 تا سکه در ساعت براتون جمع میکنه و اینکه هنوز دقیقا این مشخص نیست، یعنی من جایی ندیدم که چند ساعت براتون جمع میکنه و همون ساعتیه یا مثل همستر 3 ساعته یا مثل بازی های دیگه مثلا تا 12 ساعت. هنوز اینو دقیق نمیدونم، حالا کم کم دستتون میاد. سیتی پاپولیشن هست، جمعیت شهرتونه. هدف اینه که یه شهر بسازید و جمعیت افزایش بدید، به تبع اون مثلا بیاین درآمد کسب بکنید. اینجا صفر جلوتر بهتون میگم که چجوری افزایشش بدیم. پایین صفحه یه بخشی رو داریم که در از تعداد تپ‌هایی که میکنید ازش کسر میشه مثل بازی‌های دیگه و ما قرار نیست که این بازی رو با تپ پیش ببریم، ولی خب یه بازی میگه تپی محور هست ولی اصول بازی یه جورایی فرق میکنه. ما قرار نیست که از این روند بازی رو پیش ببریم. یه بخش بوست داره که ما واردش میشیم ببینیم چه خبره. یه بخش توربو کلیک داره که هنوز نیومده، میگه که وقتی این رو فعال بکنید مثل اون قضیه بوست مثلا تو تب سواب هست، فقط فعال میکنید به جای اینکه مثلا 2 تا بده تپ میکنید چندین برابر مثلا تپتون بهتون میده. این اونه که هنوز فعال نشده. بعدی اینستنت ریفیل هست که بهتون میگه که درجا اگه مثلا 1500 تایی که تپ کردین تموم شد درجا مثلا پرش بکنه. ما قرار نیست از این هم استفاده بکنیم. بخش پایین آپگرید ها رو داریم، اینجا هم قرار نیست استفاده بکنیم. تنها چیزی که تو بخش بوست قرار شما داشته باشین ازش استفاده کنید تپات هست که هنوز فعال نشده و یعنی شما پرافیت پر اورتون که داره براتون دسته که جمع میکنه احتمالاً جدا باشه. این تپات هم مثل سایر ربات ها، مثل میتونم تپ سواب رو مثال بزنم، مثل نات کوین قبلی مثال بزنم، قراره که برای خودتون برای شما موقعی که تو بازی نیستین سکه جمع کنید علاوه بر اون پرافیت پر اور. یعنی دو تا چیز اینجا هست که هنوز فعال نشده. بسیار خب، بیایم از سمت چپ توی منوی پایین شروع کنیم به توضیح دادن. بخش اول فرند هست که شما اون نسخه آزمایشی که دعوت کرده بودین الان اینجا داریم. مثلا نوشته شما میتونید الان اینقدر رو کالکت کنید. من چون شما زحمت کشیده بودید برای از لینک رفرال من وارد شده بودیم، بر اساس لینک رفرال اینجا من دارم که الان بچه‌هایی که اینجا بازی کردن خیلی هم پیشرفت خوبی داشتن در همین ابتدا و کلی امتیاز به دست آوردن. اینجا لیستشون رو می‌بینید که مجموعاً برام نوشته چند است. مجموعاً نوشته 1690 تا از بچه‌ها با لینک شما وارد شدن و اینکه اکتیو فرند رو نوشته و without SCT. اونایی که مثلا هنوز دعوت این اومدن ولی خب هیچ کاری نکردن، یعنی هنوز بازی متوجه نشدن که بازی لول دومش شروع شده، اینجا فعلا هیچ شهری برای خودشون ندارن، یعنی هنوز اکتیو نشدن توی بازی. بسیار که من این کالکت اینکام رو میزنم. همین که اینو بزنم بیاین توی صفحه اول بهتون نشون بدم. من اینجا بالا یه قسمت توضیح بدم بعد بریم صفحه اول. نوشته فرندی که معمولیه، یعنی تلگرام عادی داره، به ازای هر کدوم که بیاد 1000 تا سکه بهتون اضافه میشه و فرندی که دوستی که اکانت پریمیوم تلگرام داره 3000 تا بهتون اضافه میکنه. از اینجا میتونید اینوایت فرند گزینه این دکمه اینوایت فرند بزنید و مستقیم اون طرف انتخاب کنید بهش ارسال بکنید، یا پایین گزینه علامت کپیش رو بزنید لینکتون رو کپی بکنید و در اختیار دیگران قرار بدید. بعد این هم از این. چی نوشته؟ طبق همون حالت قبلی شما تا 3 لول در زیر مجموعتون میتونه براتون ورودی داشته باشه. مثلا من رفتم یه شخصی رو دعوت کردم، اون شخص رفته یکی رو دعوت کرد، اون هم رفته یکی رو دعوت کرد. 3 لول زیر مجموعه که دعوت بکنید اینجا براتون نوشته. اونی که من مستقیم دعوت کردم مثلا داره بهم میگه که چقدر درست به من سکه داده.
79600 تا بابت اون داده، 2930 تا بابت لول دوم داده و 114 تا بابت لول سوم داده و هر بار که بیان اضافه میشه دیگه. فکر نمی کنم که اینجا چیزی ننوشته، درسته؟ آره ننوشته که مثلا اگر اونا مثلا لولشون ارتقا پیدا بکنه شما هم ازشون چیز میگیرین، ازشون درصد میگیرین، یعنی نه اینکه از مال اونا کم کنه هم به شما یه پاداش ریواردی میده، ولی اینجا مثلا اونجوری نیست و صرفا فقط اون همون اولین ورودی که تو بازی میکنن و اکتیو میشن به شما یه جایزه میده و تموم میشه این قضیه. مثلا که بسیار خوب، این از بخش فرند. من بیام عقب تا در مورد صحبت نکنیم. اینجا میبینید که 86434 تا است، اما اینجا اون 5000 تایی داره تکون نمیخوره، دقت میکنید؟ و من باید با تپ کردن به اون 5000 تا برسم، چیز عجیبیه البته. و البته فکر میکنم این قسمت با پرافیت پر اور شما تکون میخوره، تا چیزی که خاطرم هست. یعنی شما چه تپ بکنید چه این پرافیت پر اورتون بیاد، این 5000 تا رو پر میکنه. ولی اگر مثلا از وظیفه ها یه پولی گرفتین، از مثلا زیر مجموعه فرند یه پولی گرفتین، اینو این بخش حساب نمیکنه که لولتون ارتقا بده. اونو میتونین واسه یه ارتقای شهرتون استفاده بکنید. این رو دقت داشته باشید، یا باید تپ بکنید یا این پرافیت پر اورتون رو افزایش بدید. که جلوتر بهتون میگم چیکار بکنید. بخش مهم رو تسک ها رو داریم و یه دیلی بونوس داره که درست هر روز میان، اگه هر روز سر بزنید میتونید اون پاداش روزانه‌تون رو بگیرید. بخش بعدی فرند ها هست که یه دونه 3 تا 7 تا که الان اگه من چون فرند ها رو گرفتم اینا اگه روش کلیک بکنم و پایین چک کامپلیشن رو اگه بزنم اون 10000 تا رو به من میده و به من اینجا میگه که با خاطر که لولت ارتقا پیدا کرده تپت از یه دونه شد 2 تا، یعنی از این بعد تپ کنم 2 تا میشه و من اکسپتد رو میزنم. همینجور پایین اونایی که علامت کانال تلگرام داره مثل این سابسکرایب تو ار تلگرام چنل، این اجباریه، نبخشید آره دیگه فکر کنم اجباری، آره اجباری که شما عضو بشید بعد واسه چیز رو بهتون بده، یعنی اون پاداش رو بهتون بده. من چک کامپلیشن رو میزنم چون قبلا عضو شدم. اینو یه دونه تلگرام چنل جدید اضافه شده، این چنل هست که من خودم جوین ندارم، احتمالا اینجا جوین بشه. آره جوین میشه. من لینک چنل رو تو اد فولدر اضافه میکنم که اگر شما نتونستین عضو بشین بتونین کار رو انجام بدین. من چک کامپلیشن رو میزنم، چرا صبر بکنم به خاطر اینترنت ممکنه لحظه وایسیم. خب اینم انجام شد و اونایی که انجام میشه تیک سبز میخوره دیگه. فالو اینستاگرام، بخشید فالو توییتر و سابسکرایب توی توییتر اینا اجباری نیست، شما صرفا به سمتش هدایت میشین، فالو رو مثلا میزنید به سمتش هدایت میشید، ولی میتونید برگردید و چک کامپلیشن رو بزنید و اون امتیازش رو دریافت کنید. بنابراین نیازی نیست که شما حتما اینو انجام بدید، سابسکرایب نیاز نیست، فقط به سمتش هدایت میشید. این بخشم بهتون گفتم و بخش اصلی رو من آخر بگم که چون توضیحاتش زیاده. من بخش یور سیتی رو فعلا نمیگم، میرم یه پله اونورتر بخش ریتینگ رو بهتون نشون میدم. اینجا یه چیز کلیه، یعنی نیازی نیست که اصلا شما، فقط داره بهتون نشون میده که لول ها چجوریه، که بر اساس چند لوله، مثلا استیل داره، برونز داره، گلد داره و اینا. بخش آخر که همون بخش تپیه که در از اول بازی میاد، همون بخش تپیه. بخشی که ما قراره توش خیلی درست کار بکنیم بخش یور سیتی هست. یور سیتی فعلا یه سری کارها داره انجام میشه و روز به روز احتمالاً ممکنه گزینه‌های جدید بیاد ارتقا پیدا بکنه، ولی در حال حاضر چیزایی که هست من بهتون میگم. عرض کنم به حضورتون وقتی وارد یور سیتی میشید یه بخش سیتی باجت هست که درست بودجه شهره، همون سکه‌هایی که درست جمع میشه، شما از این ور اونور جمع آوری میکنید، تسکا رو انجام میدید، همه میاد تو قسمت همین سیتی باجت. یک قسمت اینکام پر اور دارید که اولش این مقدار هست، حالا سیتی شهراتون وقت ارتقا بدین این هم اضافه میشه. سیتی پاپولیشن هم که بهتون گفتم که بر اساس جمعیت شهراتون هست که این پایین گوشه سمت چپ بهتون میگه که لول های مختلف هم داره که بر اساس اون کمک میکنه که بالا برید. لول پاپولیشن یا جمعیت شهرتون اون پایینه. خب کانستراکشن رو بریم که ببینیم شهر رو باید چجوری
بسازیم. از اون بالا یه بار دیگه سیتی باجت رو بهتون نشون میده. گوشه سمت راست یه بخش فیلتر داره که میگه آقا مثلا بر اساس چیزایی که انجام داده جلوتر میتونید فیلتر بکنید. مثلا اونایی که جدیدن، اونایی که مثلا شما ساختی، اونایی که مثلا ارتقا دادی و اونایی که در دسترس شما نیستن به هر دلیلی، اینجا بخش بندی. اینو نیاز نیست استفاده بکنید، فقط صرفا یه بخش بندی براتون گذاشتیم. بخش اول رزیدنشیال بیلدینگ هست که در ساختمانه شهرتون حساب میشه. اینجا اگه دقت بکنید زیر اون در اسم خونه نوشته که اگر این رو من انجام بدم 100 تا بهتون پاپولیشن میده، در 100 تا جمعیت بهتون میده و 0 پرافیت پر اور. یعنی اینایی که اینجا هستن اکثرشون اگر دقت بکنید 0 پرافیت پر اورشون، یعنی فقط به شما جمعیت میده ساختمان هایی که توی این بخش هستن، توی بخش رزیدنشیال بیلدینگ هستن. من این رو بیلد میزنم و اینجا 300 تا میگه کم میکنم و 100 تا پاپولیشن بهت میدم. مثل بقیه چیزا تایم دار هست. و حالا بذارید تمام بشه ببینید که بعدیش روشن میشه. به هر صورت ببینید الان پایینیش حالت کمرنگ داره، یعنی قفله و یه پایینیش ریکوایرمنتس نوشته. روش اگه کلیک بکنم به من میگه که شما برای اینکه بتونید اینو باز بکنید و درست بیلد بکنی باید بیای اون خونه اولی که هست به لول 3 ارتقا بده. یعنی خونه‌ای که اول هست من لول 3 میبرم، یه لول دیگه ارتقا میدم. ببینید همین که زدم یه دونه اینجا روشن شد، یعنی که درست اون پایینی لول 3 میخواست ولی یه دونه خونه بوده که هم با لول ارتقا به لول 2 فعال میشده و اونایی که فعال میشن میارن این بالا بهتون سبز نشون میده. اینجوری وقتی سبز نشون میده شما بار اولی که میخواین اون رو ارتقا بدین و تا الان ارتقا ندین و لولش 0 اون بغل گوشه سمت راستش نوشته. و اینم من بیلد میزنم و میگه که وقتی ارتقا میدین کم کم اون چی میگم لول شما ارتقا پیدا میکنه. الان یه لول رفتیم بالا، من جایزه که من میده رو میگیرم و یه بار دیگه مثلا اینو ارتقا میده که لول 3 بره. الان میبینی که اون گزینه کاتیج هم که اون بخش خونه کاتیج هم مثلا فعال شد که نوشته بود که لول 3 بالاخره اون شهر اولی رو میخوام. من الان میتونم قبل از اینکه اصلا اون بیلدش تمام بشه همین که رو لول 3 زدی ارتقا پیدا بکنه این روشن میشه و من میتونم این رو ارتقا بدم. بسیار خوب، این از این بخش ساختمان سازی. این بخش دوم رو داریم. الان ببین روی اینا هر کدوم یه عددی نوشته. اگه دقت بکنید نوشته مثلا اینجا 4، یعنی شما 4 تا خونه اینجا باز کردید. ببین روی بخش دوم میبینید که بخش شاپمون الان باز شده به واسطه اون که مثلا اون لول قبل اون خونه ها رو باز کردیم. اینا به هم مرتبط هستن، یعنی ممکنه هر کدوم یه دونه پیش نیاز داشته باشه که براتون مینویسه چه جوریه. مثلا این پایینی که بازی است اگه روی پیش نیازش بزنیم پایین نوشته که شما باید مثلا شاپ رو ببری لول 5. شاپ کجاست؟ همین بالا شاپ نوشته. و اینکه کامرشال بیلدینگ هست، ساختمان‌های تجاری هست. متأسفانه عکس‌ها اینجا لود نمیشه، نمیدونم چرا، ولی اینجا خوب لود میشه. ساختمان‌های تجاری برخلاف ساختمان‌هایی که شهری هستن بهتون پاپولیشن نمیدن، جمعیت نمیدن، راست بهتون پروفیت پر اور میدن. باعث میشن که شما اون درآمد ساعتی که در میارید بیشتر بشه. بنابراین باید یه مدیریتی بکنین که اینا رو هم ارتقا بدید که اینا بیان درآمد ساعتیتون هم افزایش بدن. اینا هم مثل بقیه است دیگه، یه پیش نیاز داره شما انجام میدین و میاد هی بعدی رو ارتقا میدید. پس این ریکامندد رو حتما حواستون باشه که نگاه کنید. بریم بخش سوم، بخش اینداستریال بیلدینگ رو داریم که درست بخش صنعتی مونه. یعنی اینجا هر تاشه. چرا اینجوریه؟ ببینید مثل شهر واقعی دیگه، شما وقتی مثلا یه مکان صنعتی مثلا یه کارخونه احداث میکنه، یه چیزی احداث میکنه که صنعتیه، هم براتون مثلا جمعیت اضافه میشه هم براتون مانی اضافه میشه، از پرافیت پر اور اضافه. اینجا هر دو تا رو داره و میبینید که مثلا میگه 75 تا جمعیت براتون اضافه میکنه و 115 تا پرافیت پر اور که من بیلدشو میزنم. اینجا اگه بیایم پایین میبینید که ساختمان‌های مختلف داره و هر کدوم پیش نیازهای خاص خودشون رو دارن که شما باید بر اساس همون برید پیداش بکنید و اون رو ارتقا بدید. فکر میکنم واضحه دیگه. بریم بخش بعدی رو ببینیم که سیتی بیلدینگ هست، دست شهرسازی هست. اینجا ترکیبی از
هر دوتا رو داره. یعنی یه سری ساختمون ها فقط بهتون پرافیت پر اور میدن، یه سری ساختمون ها بهتون جمعیت میدن. مثلا این ساختمون اول هولدرز هاوس بهتون پرافیت پر اور میده. اینم از این که اون پایینش رو ببینید، دقت بکنید، دقیقا مشخصه دیگه که کدومش جمعیت بهتون میده، کدومش پرافیت پر اور میده. اگر هر دوتا رو میده، هر دوتا. امیدوارم که واضح بوده باشه دیگه. هر بارم که ارتقام بدید باعث میشه که شهرهای دیگه‌ای باز بشه. و بخش آخر سمت راست، اینجا قسمت اسپیشال بیلدینگ هست که در ساختمان‌های ویژه‌مون هست و اینجا یا ازتون یه تسک میخواد، مثلا یه تسکش اینه که شما توی کانال عضو بشید و مثلا بتونید این ساختمان رو بسازید، ولی بیشتر ازتون میخواد که مثلا رفیق دعوت کنید، یه فرند دعوت بکنید که بتونید این ساختمان‌های ویژه رو بسازید. مثلا این رو من میسازم، اینم من میسازم، اینم من میسازم. اینا چون من فرند اضافه شده راحت تونستم بسازم و کامپلت آبجکت کامپلت رو واسه من مینویسه. مثلا شهرش درست لود نشده، الان درست لود شد. اینجوری اومد. ببینید الان عکساش هم لود شد. اینجوری که به شما میگه آقا مثلا اولی که انجام بدید بهتون 500 تا پرفکت پر اور میده. مثلا ببینید این دومیه بهت میگه 1000 تا یهو به پاپولیشن میدم، جمعیت میدم. خیلی چیز خوبیه بخش ویژه. مثلا پایینیش نوشته که بهت 5000 تا جمعیت میدم. ریکوایرمنتش چیه؟ مثلا ببینم چیه. آره میگه که شما باید 3 نفر رو دعوت کرده باشی که من چک رو میزنم چون من 3 نفر رو دعوت کردم و این باعث میشه که لول کلی منم ارتقا بده. اون که هم این صفحه میاد میگه که اون شهرسازی شما، اون قدرت شهرسازی شما داره ارتقا پیدا میکنه و شما از این بعد اگر تپ بکنید به 2 تا 3 تا اکسپت من میذارم. الان میتونم اینو بیلد بکنم و جایزه هم میگیرم. میام پایینتر میبینی که میگه که این رو داریم و می‌نویسه آن اویلیبل، می‌نویسه که 7 تا فرند باید دعوت کرده باشید. این دیگه ببینید هی جلوتر میرین هی بهتون میگه که باید فرند دعوت بکنید. فرند دعوت بکنید تا یه سری اسپشیال‌های ویزا رو انجام بدید، ولی بقیه اونقدر به فرندتون نیاز نداره، ولی بخش ویژه فقط به فرند نیاز داره. و همینجوری الان من بخش ویژه رو همه رو تموم کردم به واسطه فرند هایی که بود. خوشبختانه این بخش تموم شد و الان می‌بینید که شهر من یه شهر خیلی جالبی شد. 240 تا باجت دارن و هی داره اضافه میشه به واسطه اون اینکام پر اور رو کردن 12000. سیتی پاپولیشن هم 21000 نفره و همینطور که من برم تو قسمت کانستراکشن و خونه ها رو ارتقا بدم با اون ترتیبی که بهتون گفتم، یعنی اون هر کدوم که پاپولیشن داره پاپولیشن رو بزنم، اینکام پر همه رو باید به ترتیب. خوبیش اینه که این پیش نیازه باعث میشه که زیاد به هم ریخته نباشه تا یه جای کار راحت برای شما پیش میره و یه جورایی شما میتونید مدیریت بکنید دیگه، که مثلا اون ساختمونی که بهتون پرافیت پر اور میده رو ارتقا بدید، ولی اینقدر هم نباشه که مثلا از پاپولیشن جا بمونید. همه اینا رو باید با هم داشته باشید. خب اینم از کلیات بازی. مورد دیگه الان نیست بهتون بگم و تا همینجا اگه پیش برید راحت میتونید بحث کلیات بازی دیگه الان دستتون اومده پیش میاد و به تدریج که گزینه‌های جدید اضافه بشه. اگر گزینه‌ای باشه که سخت باشه و فکر می‌کنم گیج کننده باشه حتما دوباره آموزش میذارم. در غیر این صورت تو کانال تلگرام قرار میدم که اونجا شما ببینید. این توضیحات کلی بود، چیزی که من تو چند ساعتی که باش بازی کردم متوجه شدم. حالا اگر کم و کسری هم هست که خودتون ببخشید و قطعا افرادی هستن که بهتر از من بلدن. لطفا اگر مورد جا مونده کامنت بکنید، دانش خودتون رو به اشتراک بذارید. هیچکس همه چیز رو نمیدونه. خیلی مراقب خودتون باشید و روزگارتون خوش.